آیا زن تخم شیطان است؟ بسیاری مردم این کلمه ها رو میگویند، التماس فهمانید. نه مادری محترمه، زن تخم شیطان نیست. زن مادر است. زن شخصیتی است که جنت در زیر قدومش است. زن شخصیتی است که تمام پیغمبرهای خدا از زن به دنیا آمدند. زن مدرسه ای هست که انسان تربیه میکنه. زن این یعنی از همه حقوق حقدارترین شخصیت در بالای انسانیت است. زن تخم شیطان نیست مادری محترمه. زن در اصل خود را شیطان صفت و شیطان صورت میگردانه در صورت و حالتی که از جایگاه خودش بیرون برآمد، یعنی حرمت و قدر خود را ندانست، از اطاعت امر پروردگار بیرون برآمد. وقتی بندگی خدا را به گردن نگرفت، ستر و حجاب در او رعایت نشد، عبادت